سلام رفقا، حالتون چطوره؟ به چنل خودتون، من چنل آموزش امروزی خیلی خوش اومدید. بچه تو این ویدیو قراره که بهتون آموزش بدم که چجوری عکسای قدیمی و بدون کیفیت رو با کیفیت کنیم، اونم حد اکثر کیفیت، یعنی کیفیتش خیلی خوب کنیم. فقط کافیه که این ویدیو تا آخر تماشا کنید تا به خوبی متوجه حرفای من بشید و بعد برید به صورت کامل کارتون رو انجام بدید. و اگه هنوز چنل آموزش امروزی رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید و زنگوله براش هم همینطور بزنید که هر روز ویدیو داریم. اگه میخواید ویدیو هر روز آموزشمون با خبر بشید حتما زنگوله فعال کنید. لایک ویدیو فراموش نکنید و یه کامنت انگلیسی فارسی فرق نمیکنه، حداقل یکیشو حتما بذارید که منم نظرت راجع به هر ویدیویی که میذارم بدونم و منم به دوستای خودتون معرفی کنید تا بیشتر با هم آشنا شیم. دیگه حرفی واقعا ندارم اگه گفتم. بزنید بریم سراغ ادامه ویدیو. بچه برای با کیفیت کردن عکساتون، حتی عکسای قدیمی و حتی عکسای بدون کیفیت، یعنی حتی از عکسای قدیمی بدون کیفیت ترن یا کیفیتشون پایین تره، باید فقط یه برنامه‌ای هست که باید اون رو دانلود کنید تا بتونید عکساتون رو باش با کیفیت کنید. و من روی این برنامه خیلی رفتم تحقیق کردم که بدونم مطمئن شم آیا عکس رو با کیفیت میکنه و حتی نصبش هم کردم ببینم چطور با عکس با کیفیت میکنه. یه عکس قدیمی داشتم می‌خواستم روش امتحان کنم ببینم واقعا اینطوریه. تو کامنت خوندم و تحقیق کردم واقعا راسته یا نه و دیدم که آره، الکی پرطرفدار نشده این برنامه و این برنامه میتونه بدون هیچ مشکلی عکسای قدیمی و حتی عکسای بدون کیفیت، یعنی حتی از عکسای قدیمی هم کیفیتشون پایین‌تره رو بدون هیچ مشکلی با کیفیت کنه و کمترین زمان ممکن میتونه عکساتون رو با کیفیت کنه، اونم کیفیت حد اکثر که اصلا خودتو تعجب میکنید. خب در این حد و فقط کافیه که این ویدیو تا آخر تماشا کنید تا به خوبی متوجه حرفای من بشید و در ادامه بهتون میگم اسم این برنامه چیه و چطور استفادهش میشه کرد. و فقط کافیه که این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید تا به خوبی متوجه حرفا بشید. بچه من هر ویدیویی که درست میکنم بهتون میگم حتما ویدیو رو تا آخر تماشا کنید تا به خوبی متوجه حرفام بشید و بعد برید به صورت کامل هر کارتون رو انجام بدید، یعنی فهمیده باشید بعد برید کارتون رو انجام بدید. و بچه این ویدیویی که من میذارم تو این چنل آموزشی هستن و حتما باید تا آخر نگاه کنید تا به خوبی متوجه شید. به خاطر همین دارم تو هر ویدیو بهتون میگم دقت کنید بس تو ویدیویی که حرف میزنم. و بچه حتما بس ویدیو تا آخر تماشا کنید. خب نگاه کنید بچه، اسم این برنامه ردیمیه که من متنش یعنی اسمشو توی همین ویدیو میذارم، همین که ردیمی و اسمش. کسایی که انگلیسیشون خوب نیست یا مثلا تازه انگلیسی توی اصلا بلد نیستم تایپش کنن حتما اینو از این نگاه کن تایپش کنن. ردیمی. خب ردیمی اسم برنامه ردیمی هستش که میتونه عکسای حتی قدیمی و از قدیمی تر هم، مثلا از عکسای قدیمی هم با کیفیتشون پایینم با کیفیت کنه در این حد. و خدایی خیلی خوبه این برنامه و طرفدار خیلی زیادی هم داره بین خدا. منم که وقتی این تحقیق کردم رفتم دیدم، یعنی برنامه رو حتی نصب کردم تا مطمئن شم کاملا برنامه الکی طرفدار جمع نکرده و دیدم واقعا حرف نداره. عکسای خیلی قدیمی، یعنی عکسای من عکس خودم نه که عکسایی داشتم خیلی قدیمی اون رو ببینم با کیفیت میتونه کنه، به خاطر همین نصبش کردم. دیدم آره با کیفیتش کرد و کلا حرف نداره برنامه. خودتون نصب کنید امتحانش کنید، ضرری نداره. بچه‌ها حتما از این ویدیو خوشتون و کارتون رو انداخت حتما ویدیو لایک کن و یه کامنت انگلیسی یا فارسی برام بذار که من نظرت راجبش بدونم و دیگه واقعا حرفی نمیمونه. و بچه‌ها اگه این ویدیو رو برای دوستا یا رفیقایی یا کسایی که میشناسید تو این کار لنگن، یعنی عکسایی که میخوان عکسایی که کلا هر عکسی قدیمی نباشه یا عکسایی که هنوز دارن تازه خودشون درست میکنن عکسا و بدون کیفیته با کیفیت میخوان کنن، این ویدیو براشون بفرستید. و دمتون گرم واقعا. حتما ویدیو رو تا آخر تماشا کنید تا به خوبی متوجه حرفام بشید و واقعا دیگه حرفی ندارم. بچه‌ها اگه از این ویدیو خوشتون اومد همونطور که اول ویدیو گفتم لایک کنید ویدیو رو و بچه‌ها لایک کردن این ویدیو خیلی کمک میکنه برای حمایت از من و هم روحیه گرفتن انرژی گرفتن برای من. و بچه‌ها خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید و تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید و خیلی ممنون واقعا. دمتون گرم با معرفت و دیگه حرفی ندارم که بگم واقعا. و اگه هنوز چنل آموزش امروزی رو سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کنید و زنگوله براش هم همینطور بزنید که هر روز ویدیو داریم، یعنی هر روز ویدیو آموزشی داریم که اگه میخواید ویدیو هر روز آموزشیمون جا نمونید حتما و زنگوله هم فعال کنید، چون بهتون اطلاع میده من از اینکه ویدیو جدید آموزشی گذاشتم همون لحظه بهتون اطلاع میده. بخاطر همین میگم زنگوله رو فعال کنید، خیلی خوبه زنگوله رو فعال کنید. و
لایک ویدیو هم فراموش نکنید، یعنی این ویدیو لایک کنید که خیلی حمایت بزرگی برای من و خیلی هم انرژی میگیره وقتی میبینم لایک ها بیشتر شده. کامنت انگلیسی یا فارسی فرق نمیکنه، حداقل یکیشو بذارید که منم نظرت راجع به هر ویدیویی که میذارم بدونم و منم به دوستای خودتون معرفی کنید تا بیشتر با هم آشنا بشیم، بیشتر همو بشناسیم. دیگه حرفی واقعا ندارم برای گفتن. تا ویدیو بعد مراقب خودتون باشید، تا ویدیو بعد منتظر ویدیوهای جدید ما هم باشید و تا ویدیو بعد بدرود.